سلام، من پانیزم. یه سالی از بلونگ آیتی گذروندم. الان حدوداً 5-6 ماهیه که دوال استودیو آیتی میذارم و امروز میخوام باهاتون در این مورد صحبت کنم که دوال استودیو آیتی چقدر سنگینه، به خصوص در مقایسه با آسپیلونگش. اولین نکته اینه که شما قرار به زبان سومتون دوالو بگذرونید. یعنی چی؟ یعنی امتحانا هر چقدر سنگین باشه برای شما حداقل 5-6 برابر سنگین تره و زمانی که باید بذارین تا درس رو یاد بگیرین حداقل 7-8 برابر بیشتره. چرا؟ برای اینکه شما وقتی زبان سومتونه قرار نیست سر کلاس همه چی بفهمین و بچه‌ها آلمانیش هم سر کلاس همه چی نمیفهمن. حتی خیلیاشون 1/10 هم نمیفهمن. خب و شما هم هیچ کس خاصی نیستید، مخصوصا وقتی دارین به زبان سومتون درس میخونین و نتیجه میشه که شما باید اون درسایی که سر کلاس نفهمیدی و توی خونه بخونی اما ترمشو نداری. چرا ترمشو نداری؟ برای اینکه مثلا ما اینجوریه کلاسامون که هر روز از 8 صبح این ترم تا ساعت 3:30 بعد از ظهر فول زوم داشتیم پشت هم. میگم پشت هم، سیستم کلاس ما اینطوریه که 1.5 ساعت است هر فولزونگ و بین هر فولزونگ هم نیم ساعت پاوز است، تایم استارت. و اینطوریه که 3:30 که تموم میشی، یه سری روزا بیشترم هست، یه روز مثلا ما تا 7 کلاس داشتیم. بعد که میرسی خونه تازه باید درس بخونی و وقتی که مهاجرت میکنین تازه میفهمین کار خونه خیلی خیلی وحشتناکه و خیلی خیلی هم زمان بره. حالا آیا فقط برای شمایی که خارجیان قرار خیلی وحشتناک باشن؟ نه بچه‌ها، برای خود آلمانیاش هم خیلی خیلی سنگین این سیستم. مثلا شرکت ما حدوداً 60 آتسوبی و دانشجو داره جمعاً. فقط من با حدود 10 تا آتسوبی صحبت کردم که اینا اول دوال استودیو اومده بودن و انقدر سنگین بود که بیخیالش شدن، عوض کردن و الان آسپیلونگ میگذرونن. همه از دم آلمانی. امروز توی دانشگاه رفته بودم دستشویی، یه دختره توی دستشویی داشت گریه میکرد که فشار درسا خیلی بالاست و نمیدونه چطوری باید هندل کنه برای امتحانا، 3 هفته دیگه امتحانامونه و دوستش داشت دلداریش میداد. آلمانی. توی بچه گروه ما همه دارن رد میدن از لحاظ روانی. فشار واقعا بالا. چقدر بالا؟ شما وقتی حالت عادی و خیلی چیل و نرمال میری دانشگاه، اینطوریه که اون تایمی که فولزونگ و این حرفا داری توی 6 ماه پخشه، تایم امتحانا همه اینا پخشه. یه مدت زمانی میری دانشگاه فولزونگ داری مثلا در حد تهش دیگه 4-5 تا کلاس توی یه ترم که دانشجو اصلا لازم نیست اونا رو بره برای ما، ولی واجبه که سر تک تک فولزونگا بشینیم چون یک کارفرما بالا سرمونه. و بعد فولزونگا تموم میشه و شما یه تایم نسبتا خیلی خوبی زمان داری خودتو برای امتحان آماده کنی. چقدر تایم داری؟ حدوداً فکر میکنم 1 ماه اینا باشه، بستگی داره، مطمئن نیستم. ما کلا هیچ فرصتی نداریم برای امتحان خودمون آماده کنیم و اون درسی هم که دانشجو توی 6 ماه داره یاد میگیره، یه دانشجو نرمال، ما توی 2.5 ماه یاد میگیریم و این خیلی وحشتناکه. مسئله بعد این که اصلا اینطوری نیستش که بگیم اوکی من فقط باید درسامو بخونم هندل میشه. نه، ما این ترم حدوداً فکر کنم جمعاً 7 تا پرزنتاسیون داشتیم تا الان و 3 تا آزمایش داشتیم. اینا همه چیزی نبودش که همینطوری بریم آزمایش کنیم، نه، اینا یه پیش نیازه برای اینکه بتونیم امتحانش رو شرکت کنیم. یعنی اگه مثلا نتونیم پرزنتاسیونی که بهمون میدن و جمع کنیم نمره قبولی توش بیاریم، به امتحان اون درس رومون نمیدن. یا برای آزمایش های فیزیکی که داشتیم، این 3 تا آزمایش فیزیکی که داریم اینطوریه که اولش یه آزمون میگیرن درباره مبحث اون آزمایش، بعد خود آزمایش رو انجام میدیم، بعد بهمون میگن اوکی قبول شدی یا نه، و در صورتی که قبول بشی تازه میتونی اون امتحان لعنتیش رو شرکت کنی. و اینا خودش همه خیلی خیلی زمان میبره. روی همه این چیزایی که گفتم 1000 تا گفته زهرمار دیگه هم بود که الان یادم نمیاد، ولی همه اینها توی 2.5 ماه و بعد الان ما 3 هفته دیگه امتحانمونه و اینطوریه که ما تا خود جمعه فولزونگ داریم ساعت 4
و بعد دوشنبهش امتحانمونه، یعنی کوچکترین فرجه نداریم، حتی در حد 2 روز هم، حتی یه هفته هم فرجه نداریم. حالا این بستگی داره، یه سری از بچه‌ها اینطوریان که امتحانشون توی یه هفته است، یه سری دانشگاه دیگه امتحانشون توی یه هفته است، یه هفته قبلش فرجه دارن که اونم خیلی مزخرفه. برای ما اینطوری که ما 2 هفته امتحانمونه و هفته قبلش فلزون پشت هم بدون هیچ استراحتی. مسئله بعدی که هست اینه که آدم فکر میکنه اوکی من وقتی این همه فلزون پشت هم دارم قرار همه چی رو سر کلاس یاد بگیرم و قرار همه چی رو خیلی خوب و واضح و گوگلی بهم یاد بدن. اصلا همچین چیزی نیست. برای پروگرامینگ ما جاوا داریم، HTML داریم، CSS داریم، جاوا اسکریپت داریم. اوکی این سه تا همه مربوط میشه به طراحی وب، اما در هر صورت حجم مباحث زیاده و همه اینا فقط برای یه مدولمونه. و برای این درس من فکر می‌کردم اوکی قرار بهمون جاوا یاد بدن. نه، با این تفکر که اوکی جاوا بلدین، حالا بیاین یه سری چیزای عجیب غریب و تریکی رو امتحان کنیم با هم. و مباحث سنگین فولزونگ ها پیچیده است، قابل فهم نیست، همه چی خودتون باید کار کنین، خیلی خیلی و بیش از حد فشرده است، رگبار میشین مدام با تماهای جدید. کوچکترین جای تمرینی نداره، نه استاده تایم داره خودش بخواد تمرینی کار کنه، نه شما وقت میکنی تمرینی کار کنی. یعنی من فکر میکنم کل این چند ماه داشتم سعی میکردم بفهمم و الان بالاخره میفهمم ولی نمیتونم حل کنم. و آره الان باید توی 3 هفته 5 تا مدول رو جمع کنم و هنوز یه پرزنتاسیون دارم و 2 تا آزمایش و 2 تا پروتکل که یه داکیومنتاسیون مربوط است به آزمایش که اونم نمره داره از این حرفا. اینم بگم، میگم نمره داره، نمره نداره، ولی باید قبول شد که به امتحان رات بدن و این خیلی آزاردهنده است برای اینکه خیلی باید تایم بذاری روی تک تک این پروژه ها، اما هیچ نمره‌ای ندارن و صرفاً وقت تلف کردنه. حالا مقایسه کنیم با آسپیلدونگ. توی آسپیلدونگ اینطوری که شما کلاً 2/5 سال میری شوله و تهش اینطوری که مثلا حالا 3 هفته پشت هم یا حالا خیلی دیگه فشرده باشه 4 هفته پشت هم میری شوله و تمام. بعد مثلا چون یه ماه میری سر کارگرد. و توی شوله مباحث واقعا ساده است. یعنی من تایمی که آسپیلدونگ میگذروندم اصلا درس خاصی نمیخوندم، حتی تایمی که شوله میرفتیم من باز درس خاصی نمیخوندم، فقط وقتی امتحان داشتیم شب امتحان میخونم و راحت 1 و 2 میگرفتم. توی شوله واقعا در صورتی که زبانتون ساینس باشه راحت میتونین هندل کنین، راحت. دانشگاه 3 آینس رو باید داشته باشین تا شاید بتونین نمره قبولی بگیرین. اینطوریه فرقش. توی آسپیلدونگ اینم بگم که 2 تا امتحان گنده‌ای هست که توضیح دادم قبلا توی ویدیو مربوط به شوله، اما این 2 تا آزمون با اینکه سنگینن اما کل 3 سال اذیتتون نمی‌کنن. توی دوال استودیوم ولی دقیقاً هر 3 ماهی که دانشگاهین تیکه تیکه میشین. خلاصه کنم، در صورتی که زبانتون میلنگه، بچه B2 هم حتی کافی نیست برای دانشگاه، 3 آینس هم حتی کافی نیست برای دانشگاه. اگه زبانتون میلنگه، اگه اصلا با آلمانی کنار نمیان، بی خیال دوال استودیوم شین. دانشگاه نرمال اوکی کاری نداره، ممکن اصلا 5 سال طولش بدی به درک. دوال استودیوم نمیتونی همچین کاری بکنی، چرا؟ چون کارفرما بالا سرته که میخواد تو تموم کنی و یه سری از شرکت ها حتی این اجازه رو بهت نمیدن که هر چقدر میخواید بمونی. من یه قرارداد گرفته بودم از یه شرکت توی هامبورگ، توی قرارداد نوشته بود که میتونی مثلا 2 تا سمستر بیشتر طول بدی، 2 تا بشه 3 تا اخراجی. همینقدر سراست. نکته اول زبان. نکته دوم واقعا درس خوندن رو دوست داشته باشین. اگه فقط میخواین از ایران بزنین بیرون و اینطوری که اوکی من لیسانس دارم میخواد، نه دوال استودیوم، چون قراره یا کندیگون شین یا کندیگون کنین، انقدر فشار بالاه. اصلا چیزی نیستش که بگین اوکی هندلش میکنم. حالا اصلا همچین چیزی نیست، خیلی خیلی سنگین و خیلی خیلی وحشتناکه که اصلا وقت اینو ندارین که درگیر زبان باشین. روک بگم بهتون. خلاصه کنم، اگه میخواین به این دوال، 1 زبان محشر، 2 علاقه شدید به درس خوندن. من واقعا درس خوندن رو دوست داشتم ولی الان دیگه نمیتونم. صحبت آخر چون میدونم قرار هستم بپرسین آیا پشیمونم که آسپیلدونگم رو عوض کردم به دوال استودیوم یا نه. پشیمون نیستم، اما به نظرم زحمت اضافیه،
چون که اختلاف حقوق اونقدری که فکر میکنی نیست. اوکی اگه مثلا پلن دارین برین آمریکا یا چه میدونم هر جای دیگه جز اروپا، اوکی منطقیه که بگین اوکی من بچلر میخوام، ولی مثلا آیتی واقعا رشته نیست که بگیم بچلر اصلا لازمشه کلا توی دنیا. و این که میگم اختلاف حقوقم توی آلمان در اون حد نیست. اوکی اختلاف حقوق کسی که دوال استودیوم میگذرنه و آسبیلدونگ میگذرنه انقدر، مثلا زحمت که باید بکشی تا یه آسبیلدونگ تمام کنی و زحمت که باید بکشی تا دوال استودیوم رو تمام کنی، ولی خیلی زیاده و نمیارزه بروک بخوام بگم. اما پشیمون نیستم، نمیدونم چرا. مرسی که تا اینجا ویدیو رو با هم دیدین. موفق باشین تو پروسه مهاجرتتون و فعلا